اما اگر کافری که عین حال زنده باشد، مشرکی که عین حال زنده باشد، در حقش دعا کردن اجازت است. بنابراین امام بخاری گفتن که باب الدعاء للمشرکین، باب در این باره که دعای نیک کردن در حق مشرک. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق بعض مشرک ها دعای نیک کردند و اینچنین در بعض حق بعض مشرک ها دعای بد کردند، مانند ابو جهل، اللهم علیک بی جهل، پروردگار ابو جهل را به تو سپاریدم گفتند، چه خیلی که در صحیح بخاری ثابت است. و اینچنین حضرت موسی هم در حق فرعون دعای بد کردند، گفتند که ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، پروردگارا مال و ملک فرعون را نیست و نابود گردان، چون امروز که مال و ملکشان زیاد شده است، تجاوز به دین کردن، تجاوز به بندگان الله تعالی کرده، حتی دعوای الهیت کرد. وقتی که کمبغل بود دیگه مشغول کمبغلیت خود بود، وقتی که پولدار شد دیگر مال و ملکش او را چیکار کرد؟ مال و ملکش او را مشغول کرد. بعد چیکار کرد؟ دیگر به ظلم گذشت، دعوای الهیت کرد. بنابراین حضرت موسی دعای بد کردند، ربنا لیضلوا عن سبیلک و اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پروردگارا فرعون ایمان نآرد تا مادامی که عذاب علم آور را نچشد، یعنی از این دنیا کار بکن که کافر وفات کند. و طبق دعای حضرت موسی و هارون هم فرعون در آخرین لحظه های حیاتش وقتی که جانش به غرغره آمد که دیگر در آن حالت توبه قبول نمی شود، بعد ایمان آورد که ایمان او دیگر قبول نمی شود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حق فرعون این اومد ابو جهل دعای بد کردن، یعنی در حق فرعون ها دعای بد کردن بهتر است به جای دعای نیک کردن. آنهایی که علیه دین الله تعالی می جنگد، علیه الله سبحانه و تعالی می جنگد، دشمنی به دین مقدس اسلام دارد، بدبینی به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، این گونه مشرک ها را دعای بد کردن بهتر است از دعای نیک کردن. لیکن مشرک هایی که به دین اسلام سر و کار ندارند، مشرک هایی که دفاع از دین مقدس اسلام میکنند، مانند ابو طالب عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرک بود ولی خدمت به این دین مقدس اسلام کرد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ابو طالب گذشت از دنیا غمگین شدند، بسیار حرکت کردند که مسلمان شود، برای آنکه او خدمت عظیم به دین اسلام که اگرچه کافر و مشرک بود. وقتی که در حقش استغفار پرسیدند، پروردگارا امکم را عفو کن، مغفرت کن، الله تعالی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، برای پیغمبر و برای مؤمن ها اجازت نیست که در حق مشرک استغفار پرسند، یعنی حرام است. من کد الله تعالی که ما در حق مشرکی که از دنیا گذشته است دعای نیک کنیم، ممکن نیست. این نهی آمده.